افراسیاب سپهسالار جوان توران زمین. مسعود قاسمی آزمون هستم، 13 سالمه، کلاس 8 هستم و در کنار تحصیل نقالی هم میکنم. نقالی به طور کلی اگه بخوام معنیشون رو بهتون بگم اینه که ما میایم در مورد اسطوره ها و قهرمانان ملیمون یه اطلاعاتی رو میدیم و یه داستانهایی ازشون به مردم میگیم که این با شعر همراهه و اصولاً شعرهامون رو از کتاب شاهنامه حکیم فردوسی میاریم که حکیم فردوسی توی اون در مورد قهرمانان گذشته برای ما توضیح داده. در کنار نقالی منقبت‌خوانی هم میکنم. فرق منقبت‌خوانی و نقالی اینه که تو نقالی ما از اسطوره‌های گذشته میگیم، ولی توی منقبت‌خوانی از مناقب و سجایای امامان معصوم و یا پیامبر میگیم. و من از اینجا به منقبت‌خوانی و نقالی رسیدم چون که پدر مادرم تحصیل داشتن و اونا هم در کنار تحصیلشون مثل من کارهای هنری دیگه هم میکردن و من هم چون تحصیل خیلی زیادی از پدر مادرم گرفتم به این نتیجه رسیدم که اگه خودم هم در کنار تحصیل یه هنر دیگه هم داشته باشم برای خودم خیلی خوبه و همین که زندگیم قشنگتر میشه. واسه همین چون که خانواده ما خانواده ادبی هستش تصمیم گرفتم که برم تو کار نقالی و منقبت‌خوانی. برای بهتر کردن نقالی خب ما اصولاً به یه دایره لغات گسترده تری نیاز داریم و برای داشتن اون دایره لغت هم من کتاب خوندم و این کتاب خوندنه نقش خیلی خوبی توی نقالی من داره. من از بچگی مثلا از 3-4 سالگی به خاطر اینکه پدر مادرم به داداشام و برای خودم داستان میخوندن از 3-4 سالگی سواد داشتم و حافظ میخوندم و اینجور کارا انجام میدادم و این خیلی روی الان من و آینده من تاثیر خواهد داشت و اینکه همین الانش هم من مثلا سعدی میخونم خودم، پدر مادر برامون بعضی وقتا مثنوی میخونن، بعضی وقتا با جمعای فامیل حافظ میخونیم، شاهنامه هستش که مدتی میخونیم چهارشنبه ها و از خوندن این کتاب ها و بعضی وقتا خودم رمان میخونم خیلی تاثیرات خوب و مهمی گرفتم. به خاطر اون پیشینه‌ای که داشتم و شعر میخوندیم و اینا من الان توی انجمن ادبی مدرسه‌مون فعال هستم و دبیر انجمن ادبی مدرسه هستم. توی اون انجمن ادبی ما پنجشنبه ها و جمعه ها گاهی هم چهارشنبه ها آخر هفته ها از اشعاری از سعدی حافظ از بزرگانمون میاریم به بچه‌های دیگه که کمتر راجع به اینجور چیزا میدونن یاد میدیم و در مورد شاعرها مثل فردوسی، خیام، عطار راجع به اونا هم به بچه‌هامون به دوستامون چیز یاد میدیم و در کنار این فعالیت‌ها مثلا من شعرم می‌نویسم، داستانم می‌نویسم، یک شعر و یک داستانم تو مجله کیهان بچه‌ها چاپ شده. در کنار همه این فعالیت‌ها تو مدرسه تو عروسک گردانی، نمایشنامه‌خوانی توی اینجور کارا هم رتبه آوردم و تو اینجور کارا هم فعالیت دارم. این کارهایی که من میکنم به من به نوعی اعتماد به نفس میده و خودم احساس میکنم که راحت‌تر میتونم حرفمو بزنم یا ارتباط برقرار کنم و این باعث میشه که من به دوستام یه اطلاعاتی رو بدم از طریق کتاب خوندن و این ادبیات فقط ادبیات نیست. مثلا ممکنه ما بهش به یه درس نگاه کنیم ولی این واقعا تو زندگی ما کاربرد داره. شما حتی اگه بخوای یه پزشکم بشی باید مثلا توانایی برقرار ارتباط داشته باشی و اون به کمک اون کتاب خوندن است و با این کتاب خوندنه راحت‌تر میتونم اطلاعاتمو به بقیه انتقال بدم و فکر میکنم که اگه خودم کتاب بخونم به دوستان میتونم اطلاعاتی که اونا بلد نیستن رو بهشون بدم و اونا هم اگر کتاب بخونن به من اطلاعات خیلی مفیدی میدن و خب این باعث رشد ما میشه.
من تنها در این رشته ادبیات و نقالی و اینجور چیزا که گفتم فعالیت ندارم و فعالیت‌های دیگه‌ای مثلا برنامه نویسی و یا طراحی سایت و زبان انگلیسی هم دارم که اونا هم خیلی بهم کمک میکنه و همه این چیزا رو مدیون یه پدر و مادر بینا و آگاه و دلسوز و مهربان هستم و فکر میکنم که همه این چیزایی که در حال حاضر بهشون اشاره کردم به نوعی از این پدر مادر منشأش این پدر مادر هستش و میخوام که خیلی زیاد ازشون تشکر کنم و امیدوارم که مثل من که اینجوری آدم تو همه جهات، نوجوانای مثل من تو همه جهات رشد کنن و به نوعی آرزوم اینه که همه بچه ها و همه همسن و سالای من چون که از ظرفیت بالایی برخوردارن همیشه امیدوارم در راه پیشرفت باشن.